آرش: نمیدانم چرا رفتی. لیلا و آرش از همان روز اول که با هم متفاوت بودن، خنده های او، نگاه های پر از محبتش و حس امنیتی که در کنار آرش پیدا میکرد، همه چیز را برای لیلا خاص کرده بود. هر روز با هم پیام میدادند. هر شب با صدای هم میخندیدند و آرش همیشه میگفت تو تنها کسی هستی که من میفهممش. لیلا فکر میکرد عشق واقعی همیشه ماندگار است. اما آرام آرام چیزها تغییر کرد. آرش دیرتر جواب میداد. کمتر میخندید. بعضی روزها اصلا پیام نمیداد. لیلا یک روز پرسید چرا اینقدر فاصله گرفتیم؟ آرش سکوت کرد و بعد گفت میخواهم تنها باشم. لیلا: نمیدانم چطور توضیح بدهم. لیلا قلبش شکست، اما نمیخواست حقیقت را بپذیرد. امید داشت شاید همه چیز دوباره مثل قبل شود. یک شب آرش کنار لیلا نشست و آرام گفت باید بروم. این تصمیم سخت‌ترین چیز است که گرفتم. لیلا دستش را گرفت و التماس کرد. نرو، من بدون تو هیچم. آرش اشک در چشمانش جمع شد، اما سرش را تکان داد. مواظب خودت باش. آرش رفت و لیلا تنها ماند، با قلبی که تیکه تیکه شده بود. اتاقی که حالا خالی و سرد شده بود. روزها گذشتند، اما هیچ پیامی از آرش نیامد. لیلا هر شب گوشیش را در دست می گرفت و امیدوار بود، اما تنها چیزی که می دید سکوت بود. او خاطراتش را مرور می کرد. خنده ها، پیام ها، نگاه ها، و هر بار قلبش بیشتر درد می گرفت. گاهی به خودش می گفت چطور کسی که می گفت عاشق است اینقدر راحت رفت. یک روز لیلا خسته شد. تصمیم گرفت دفترچه‌ای بردارد و هر روز چیزی بنویسد. احساسات، خاطرات یا حتی کوچکترین لحظات خوشایند. نوشتن دردش را کمتر میکرد. آرام آرام فهمید که زندگی بدون آرش هم ممکن است. لیلا یاد گرفت که گاهی عاشق هم میروند، اما خاطره ها و درس ها همیشه با ما میمانند. یک شب لیلا کنار پنجره نشست. نگاهش به ماه و ستاره ها بود. گوشی دستش خاموش بود. دفترچه‌ای کنار دستش. او لبخندی زد و با خود گفت عشق گاهی نمیماند، اما من هنوز میتوانم زندگی کنم. هنوز میتوانم بخندم و هنوز میتوانم دوست بدارم خودم را. گاهی کسانی که دوستشان داریم نمیمانند، اما ما همیشه میتوانیم دوباره زندگی کنیم و خودمان را پیدا کنیم.